سلام شنوندگان رادیو آزادی و همینطور خوانندگان سامانه www.azadi.org. مدت بیش از 2 هفته مهمان صحبت آنلاینی ما اسام‌الدین عطایف مدیر اکادمی شبکه‌ای تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی بودند و در این مدت با سوال‌های سرشمار شما خوانندگان و استفاده برندگان سامانه رادیو آزادی و همینطور شنوندگان رادیو آزادی پاسخ دادند. محترم عطایف خوش آمدید به استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. نخست محترم عطایف می‌خواستم تأثیرات شما یا برداشت شما را از این صحبت با خوانندگان استفاده برندگان سامانه رادیو آزادی و همینطور شنوندگان رادیو آزادی بفهمید. دیدم ممکن است که اگر در سالهای گذشته بیشتری کاربران تکنولوژی ها بیشتر متخصصان ساحه تکنولوژی کمیونیکاسیونی بودند یا که روزنامه‌نگاران بودند، امروز دیده می‌شود که نوابسته از کسب و کار، نوابسته از مکان و زمانی کار و فعالیتشان شهروندان ما از این تکنولوژی ها استفاده می‌برند. یک نفر از خوانندگان سامانه با نام اکای عبدالقیوم از دوشنبه یکی از سوالهایش این است که کی و در کدام سطح ما به حکومت الکترونی سازگار میشیم و چون از تأسیس حکومت الکترونی زیاد گفته میشود هم در مطبوعات، اما با گذشت چندین سال متاسفانه ما به این طرح موفق نشدیم. اندیشه من آن است که الیمنت های حکومت الکترونی در جامعه ما روز به روز بیشتر شده ایستادند. یک چند لایحه‌هایی که در مرکز کشور و در ولایت‌ها عملی گردیدند، تطبیق شدند و خدمت‌رسانی الکترونی را علاقه به راه ماندند از جانب مقامات دولتی به شهروندان و به دیگر جانب‌های هوسمند. خود نشان دهنده آن است که الیمنت‌های حکومت الکترونی پیدا گردیدند. البته از آن که تمام جامعه از این خدمت‌ها برخوردار نیست، آن نفرانی که برخوردار نیستند گمان دارند که در تاجیکستان حکومت الکترونی وجود ندارد و برای ساختن آن شاید مبلغ‌های هنگفت ضرور باشد. باز هم میخوام تکرار کردم که این همچون مکانیزم یا یک محیط اجتماعی تکنیکی مفهوم حکومت الکترونی یک محصول نهایی فعالیت یک چند مؤسسه یا یک مؤسسه دولتی نیست و خود روندی رشد است. بعد از آن که اخیراً شبکه اجتماعی فیسبوک در تاجیکستان وارد یک مشکل شد، یعنی بسته شد، عنوان شما سوالات زیادی هم در رابطه با شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک هم رسیده است و برخی ها تحولات کشورهای عربی را به فعالیت اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مثلا مربوط می‌دانند. در کشورهای عرب اصلا انقلاب اجتماعی هست، یعنی آن مشکلی که در جامعه وجود داشت و یگان وقتی باید پخته میرسید لبریز میشد میکفید، همون چیز با وقوع پیوست در همین زمانی که مثلا تکنولوژی های اطلاعاتی کمیونیکاسیونی وسعت یافتند و استفاده میشوند. انقلاب تکنولوژی اگر در حقیقت هم وجود می داشت، در آن کشورهای رخ میداد که از نگاه تکنولوژی بسیار هم پیشرفته‌اند و هر یک مناسبت و هر یک کار خود را توسط این تکنولوژی انجام میکنند. مثلا تمام کشورهای اروپا. خب از شما تشکر میکنم اسام‌الدین عطایف که دعوت ما را پذیرفتید و با سوالهای سرشمار خوانندگان و همینطور استفاده کنندگان سامانه رادیو آزادی پاسخ گفتید و با شنوندگان هم و خوانندگان و استفاده برندگان سامانه رادیو آزادی هم اظهار سپاس و تشکر میگم که در این مدت سوالهای خود را عنوانی اسام‌الدین عطایف مدیر اکادمی شبکه‌ای تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی دریغ نداشتند و آنها یعنی شما خوانندگان و استفاده برندگان سامانه میتوانید پاسخ‌ها با سوالهای خود را از گوشه گفتگوی مستقیم در سامانه www.azadi.org دریافت نمایید.